آزار سگ و گربه، کشتن خزنده ها، ماهیگیری با برق و ترکیش، شکار دزدی از مشکلات اساسی این رشته است. فیضعلی حکیموف مدیر پژوهشگاه زوالوژی و پارازیتولوژی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان این مشکلات را به عادت‌های نادرست و پستی فرهنگ مناسبت با محیط زیست ربط می‌دهد. عقیده های نادرست داشتن، معلوماتی نادرست داشتن نسبت به همین خزنده ها، اونها باعث تحقیر از جانب انسان قرار میگیرد. تاتیانا نیکولاینا گایداماکو ماهیگیر سابقه‌دار میگوید صید ماهی با استفاده از برق و مواد ترکنده سبب نیست شدن نسل ماهیان میگردد. Самое страшное даҳшатноктарин кор нобудкунии моҳӣ бо нерӯи барқ аст. чунин амалро дар тамоми қаламрави тоҷикистон мушоҳида кардан мумкин аст. алихон латифӣ раиси анҷумани шикорчиҳои тоҷикистон мегӯяд ки бадрафторӣ бо ҷонварон ҳоло тақрибан дида намешавад. афзоиши теъдоди бузи морхӯр ва бабри барфӣ дар тоҷикистон далели он аст ки мақомот барои ҳифзи ҷонварон тадбирҳоеро анҷом медиҳанд. متاسفانه من همین چند روز پیش با یک روزنامه‌نگار صحبت داشتم. گفتم اون چیزایی که از خارج میبیاین معرفی میکنن، اون چیزایی که در تاجیکستان است، پیشروی تاجیکستان در حفظ محیط زیست، در حفظ عالم حیوانات که هست نشون میدهند، شما کم نشون میدید. ادیبی تاجیک مجید سلیم میگوید فعلا برخی از نمود پرنده ها در تاجیکستان کاملا از بین رفته است. بعضی هموش پرندگان خیلی نادر با مثل چلمنگوشتک، با مثل شانه سرک، با مثل زروغلیج، با مثل سنگودوک، همین بعضی پرنده نامش مونده است، همین نامش را فراموش کردن. مجید سلیم افزود که تنگ شدن موضع سکونت جانوران سبب از بین رفتن برخی آنها شده است. تاجیکستان از فروش اجازه صید بز مارخور تقریبا $1,000,000 فایده به دست می آورد. اما تنها بخش کمی از این درآمد برای حفظ جانوران به کار می رود.